چطوری این؟ امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. اومدیم با یه آنباکسینگ سریع. اگه گفتین چی خریدم؟ کنترلش. خود جنس یه دونه خریدم، یه کیلایت خریدم برای خودمون که یه ذره ویدیوها رو اصل چقدر سنگینه، چقدر سنگینه، خیلی سنگینه. یه دفترچه داره، این سری خرطومی و حلقه و آداپتور اینا داره با پایه های مختلف، مثلا نمیدونم برای کدوم کشوره. استندشه، استند چیزشه، بگو استند. دوستان عزیزم، امشب ماه کامل میشه. چجوری؟ میزشه. کنترل زیبا. شاید بگید چه فرقی میکنه لایت برای اتاقتون داشته باشی یا نداشته باشید. فرقش اینه البته باید یه ذره جاشو تنظیم کنید. خوبیه ریموتش اینه که میتونید کم کنید، زیاد کنید، خاموش کنید، روشن کنید و یا یه ذره گرما بدید به نورتون. اتومات کار میکنه. آره یه ذره کم و زیاد میکنه، گرما و نورشو تنظیم میکنه.